رو عید هستیم، بفرمایید. برنامه عشق عاشقی؟ بله عزیزم بفرمایید. میبخشید خانم دکتر، من یه چند ماهی اسم کنم رابطم با شوهرم خیلی سرد شده. اصلا دیر میاد خونه، حوصله حرف زدن با منو نداره. چند سالشه؟ با من نمیاد. چند اصلا سالشه؟ ابراز علاقه کردن یادش رفته، یه شاخه گل واسه من نمیخره. عزیزم همه گوش وقتش رو کن. با دیگران عزیزم می‌گذرونه. گوش کن ببینم چند ساله واقعا ازدواج من کردی؟ نمیدونم چرا اینجوری شده. من میترسم زندگیمو از دست بدم. بابا جون یه دقیقه زر نزن ببین من چی میگم. میگم چند ساله که ازدواج کردی؟ 8 سال. چند سالت بود ازدواج کردی؟ من 19 سالم، الان 27 سالمه. 19 سالگی ازدواج کردی؟ بله بله. خب خیلی غلط کردی. بله؟ بله و بلا. 19 سالگی موقع ازدواجه. تو الان اندازه گاو نمیفهمی، چه برسه اون موقع ازدواج بود. آخه خانم دکتر من عاشق شدم. برو بابا. خانم دکتر من عاشق شدم. من میدونم اشتباه کردم، خب همه اشتباه خیلی میکنن. خب بابا خفه شو. گوش کن ببین چی میگم. فردا میری تقاضای طلاق میدی، مهریت هم میذاری اجرا، اگه بچه مچم داری میندازی سر شوهرت، میری خونه ننت. نصف عمرتو که به خریت گذروندی، اقلا بقیه‌شو خوب زندگی کن.